سلام قومای گلما، امید که جور باشین، خوش باشین در هر جایی که هستین و هر جایی که ویدیوی مرا میگردین. شما امروز ویدیوی که خوش آمدید میگم. امید که جور و خوش سلامت باشین. دیگه امروزم که میگردینم ترمام خواستم که کباب پخته کنم، البته داش پختنم و رسیپیش قد شما مشیرنم که ما چرخم تیارنم. دیگه قد از ما تا آخر ویدیو رو باشین. دیگه حتما لایک، شیر، سابسکرایب و کامنت از یادچم نره. خب عزیزا، برای قیمه داشی گرفتم 2 کیلو گوشت قیمه گرفتم، قیمه گوشت گو. یک پاکت مساله هم انزی سیخ کباب گرفتم و اینجا هم نمک شو قدر ضرورت. دیگه دنیا و تخم گشنیز و زیره گرفتم 1 قاشق، البته 1.5 قاشقه، و زرچوبم گرفتم 1 قاشق چای خوری. اینجا 1 دانه هم مرچ شملا مرچ گرفتم، مرچ دورمه سرخشی، و پیازم گرفتم 4 دانه درمیانه سایز پیاز، و اینجا هم 1 قاشق سیر ادرک گرفتم. ایره خوب امی یک 15 دقیقه وری خوب باید امتا مساج کنین تا که خوب مساله شی و تمام چیشی حل شنه و باید که برین طرف آماده کده شی. خب عزیزا، از اول پیاز شیره قیمه کنم، منه در بلندر خوب چیز بلند کنم. گشنیز و زیره هم بزنم. پیاز شیره خوب در بلندر بلند. اینجا هم مرچ دورمش هم بزنم. وقت پیاز بلند شونه بلند خوب بلند شده. خب عزیزان، اینجا هم قیمه قیمتا غلبیل موگین یا چربی موگین گرفتم. میره یکم جوشی رو بگیرم، زیاد چیز نمونم که میخوایی منی ادمانی داشت بختمش، البته خوبم تا جوسی باید که هم همینتر راوشی رو میگیرم. دینا بود دیگه خیر خانه منی داشت بختم دیگه دفعه انشالله مثلا خود چی خانه بود دیگه دسترش کباب جور کنم. که 5 پیله وری دندازتم، 5 پیله وری گرفتم چاول تر کردم. تخم گشنیز و زرچوبه، قدی نمک، سیر ادرک، ترکیب مساله هم سیخ کباب. این حال ایر باید اگو 15 دقیقه ورین میتا خوب مساج بدیم، خوب هم تمام موادایشی الگوشت خوب میکشونه. امیدم از این ویدیو خوششون باید. دیگه کامنت کنین، فیدبک و شیر کنین که این ویدیو خوششون آمد ما دیگه. انشالله بلانگای خوب قچم شیر من که ما هم که خوب میکس شده گلمیتا منگانه خوب میکس شده خوب. ما منجی پتنوس خودی اول نگرفتم دیدم من که ما باین چی میلم کم دست خطر کدم دیده خوب این تر آوار نمونه پتنوس. آره هم خوب این تر داری پتنوشی آور کدم دیدم این تر باریک لش زده شیبی کباب رو میدیم این تر. هم از
نمیشه یه میتر. خب دوستان من چیخم روغن زیتون البته بلی گوشت یک قطره میتر انداز نم رومی اون بیلم بله 35 دقیقه میلم البته بله درجهش بله 200 تام 35 دقیقه را دیگه امید که سایه پخته شده و تندر برم برنج دادم بیلم اینجا هم کنین گرنین برنج را میشتم نشده ما البته دو قاشق از اخواری نمک انداز کردم دیگه میدونم که برابر باید من عادتا نمک انداز کردم نمیدونم که زیاد شونه کم شونه شاید البته برنج نمک زیاد لازم داره قاشق دیگه انداز نه دیگه بله برنج که است ایران میتا ساده قدی خالی بلشی روغن و نمک انداز کردم دیگه چی انداز ننم چرکی کبابم مساله داره و بله زی دیگه آنجا یکی مساله انداز کنم شما البته بله کباب میتونین که خوبم داغ کنین ببین ما دخانه نداشتم کباب که پخته شده برای داد قوری قوق خوب داغ کن بله شکم روغن انداز کن بله کباب پوچ کنین ببین که خوبم بوی چیز بگیره بوی قوق خوب کبابی که بله خوب پخته میشه زیشم هم ترمایه اینجا ما چند مرچ گرفتم گفتم بله کبابم تر بیلم خوب قدی کباب مزه میده مرچ دبله کباب البته ما مرچ انداز نکردم چرا بچه بسم نمیخوره دست خدان خیلی تر بله شمیلم خوب نمیشه برنج خالی کنم روغنم البته ما اندازه نمی از یک پیله یک کم روغن انداز کردم بله خوب تاک 25 دقیقه رو خوب دم بگیره خب عزیزان ما هم دیگ مشودک گفتم از اول افطار خو کنم نماز ماسخ کنم بعد از خود راست برم نان بخورم دیگه نماز روزه تمام شم قبول باشه دیگه التماس دعا دیگه حتما چینل من لایک شیر سابسکرایب کنین و یک دانه خوب کامنت کم کنین دیگه خیلی زیاد تشکر دیگه بیننده باشین Yes, Jak is dat? jullie ook iftar doen? Ja. Is خورما باشه یالا تا کم بگیرم بریم بازی بده بخور باشه خب دوستا جایشون خالی دیگه ممکن گفتم نان رو بخوریم از لان جارم خوابش میگردن از خود چی بری اینجا هم از لان دیگه برنج گرفته بله سلاد انداز کده گرنین از لان چیکار کده چیکار کدی
بخور نان خو. خب دوستا جایشم خالی زیاد دیگه کباب را هم که قچم بگم میگنیم تو خوب جوسی خوب نرم خوب مزدارم ده جایشم خالی دیگه نان خوب بخوریم کباب شم بخور Arian, kebab çift konum da. Infamous. Video bro. Yes. Oh, jag kan följa. Kan vi? Jag får med. Pappa. Mamma inte säger det. Ja. Bukod na. Jag vet inte. Ja. Ja. Na. خب عزیزان ما هم ویدیوی خمینجی خلاص مونم دیگه زیاد وقتشم نمیگیرم امیدوارم از این ویدیو خوششون بیاد دیگه حتما لایک شیر سابسکرایب زیادشم نره و در حمایت بیشتر از شما دوستا هستم و تا یک دیگه ویدیو را خیال خود زیاد بیلین خدا حافظ